عجیبه آقا جان، امروز بشم نگفتی برم نان تازه بگیرم؟ نکنه به خاطر روز خیمه شبازی انتخاباته؟ نمیخوای نان بخوریم؟ امروز نون خشک میخوریم ولی پامونو از تو خونه بیرون نمیذاریم پسر. چرا آقا سفتر؟ عمو جان این آخوندهای مارمولک رو من میشناسم. الان هرکی از 10 متری صندوقاشون رد شه فیلمشو میگیرن میگن این میخواست بیاد رأی بده. اصلا امروز نون نخوردیم هم نخوردیم، به جاش شرافت جمع میکنیم. بعد از این همه غارت نمیدانم اینا با چه روی از مردم رأی میخوان. البته نمیشه بگه تو این 45 سال هیچ دستاوردی نداشتم. آره راست میگی، یکیش جلومه. لیسانس مملکت کارش از صبح انگوش کوبیدن رو همستر مجازیه تا شاید یه پول و پلهی دستش بیاد. همه رو بیکار کردن، تازه رأیم میخوان. تازه ما نسبت به بعضیا و بعض ما خیلی خوبه آقا جان. جواد آقا همسایه سر کوچمون هست، 28 سال بیکار از تفلکی. 2 سال دیگه بیکار بمانه بازنشسته میشه با امید خدا. تا خونده است هیچی درست نمیشه عمو جان. حالا ببین تو اون گوشیت خبر مبر داغ چی داری بابا؟ والا خبرها همش چرت و پرتای کاندیداشونه. یکیشون میگه چرا گرونیه، او یکی میگه چرا مردم خونه ندارن، چرا برقا قطع میشه. خلاصه همه کاندیداها ناراحتن از شرایط کشور. پس معلومه ما مردم واقعا بد عمل کردیم. تازه با این که وعده‌های دروغ میدن بازم برنامه‌های اقتصادی همبستر از برنامه‌های کاندیداهای عظما امیدوار کننده تره. اینجا رو نگاه کن آقا سفتر، زاکانی گفته من رای بیارم ظرف 4 سال دغدغه مسکن رو برطرف میکنم. آره کله پدرت 3 سال نتونستی روکش آسفالت آزادگان رو تموم کنی، هر وقت دغدغه مسکن میزنی. منظورش دغدغه مسکن دوستان و مدیرانش تو شهرداری تهرانه. انقدر زود قضاوتش نکنی تو رو خدا، گناه داره ذلیل مرده. ولی خدایی تو این 4 روزه دقت کردین آقا سفتر؟ مملکت رئیس جمهور نداره، رئیس مجلس نداره، پایتخت هم شهردار نداره، چیزی گرون نشده هیچ. دلار هم ارزون شده تازه. حالا فکرشو بکن بابا، اگه ولی فقیشون هم بفرستیم جهنم وردل رئیسی مملکت چی میشه؟ گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.